اشاره‌ای می‌کنم به حادثه نگران کننده‌ای که امروز عصری برای رئیس جمهور محترم و همراهانشون پیش آمد. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو به آغوش ملت برگرداند. البته دعا باید بکنیم، شما هم دعا کنید، همه دعا کنن سلامت این جمع خدمتگزار را که در رأسشون رئیس جمهور محترم و مغتنم قرار دارد